عادت برای هایکم هست. من یک متن رو خدمت شما قرائت میکنم راجع به ایشون. اسقف های کوسپیانمر، ناظر گرانقدر کلیساهای جماعت ربانی ایران که او را بیشتر به نام برادر هایک میشناسیم، در تاریخ 16 دی ماه 1323 شمسی برابر با 5 ژانویه 1945 میلادی در تهران و در خانواده ارمنی دیده به جهان گشود. مادر ایشان بارها در خواب و رویا برکت حضور الهی خداوند را بر فرزندش دیده بود. برادر هایک از همان دوران کودکی با رنج‌های فراوانی همچون طلاق والدین، فقر و دیگر مصائب آشنا بود. وی در دوران نوجوانی و در شرایطی که فردی آسیب دیده و سرخورده بود، با شنیدن مژده انجیل از زبان کشیش لئون هایپروتیان با مسیح خداوند آشنا گردید و پس از شرکت در جلسات کلیسای خانگی برادر ست یغنظر در سال 1957 با توبه و تسلیم زندگی خود به مسیح تولدی تازه یافت و از پس سرورش روانه شد. دیری نگذشت که آتش عشق او به خداوند برای صید جانها و رساندن خبر خوش انجیل چنان در قلب او شعله‌ور گردید که نمیتوانست خاموش بماند و بدین ترتیب مس و دعوت الهی او برای خدمت روحانی بر همگان مشروط گردید. برادر هایک در حین تحصیل در دبیرستان خود را وقت آموختن از کلام خدا نیز کرده بود و بلافاصله پس از اتمام دبیرستان با وجود اینکه دارای استعدادهای فراوان بود و میتوانست در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی پیشرفت و ترقی نماید، ترجیح داد دعوت خود را زندگی کند و در سال 1962 در سن 18 سالگی با حقوق بسیار ناچیز وارد خدمت تمام وقت کلیسا و گسترش پادشاهی گردید. او در دوران خدمت سربازی خود در شهر گنبد کاووس به بشارت و تعلیم انجیل و نهایتاً تأسیس کلیسا در این شهر پرداخت و به نجات جانهای بسیاری انجامید. پس از اتمام سربازی در سال 1964 برادر هایک با شبانی کلیساهای مجیدیه و نارمک در تهران رسما به خدمت شبانی گماشته شد. خداوند خدمت او را مبارک ساخت و از او برای تجدید حیات این دو کلیسا استفاده نمود، به گونه‌ای که در زمان شبانی برادر هایک اعضای کلیسای مجیدیه 2 برابر شدند و واعظی پر از مدح و نوازنده و پرستنده بی‌مانند بود. سروده های او تا به امروز نیز در کلیساهای فارسی زبان در اقصانقاط دنیا سراییده می شود. مردی با صدای آسمانی و از جنس آسمان. اما خداوند برادر هایک را در این مسیر پرحصاد خدمتی تنها نگذاشت و پس از مشورت با شبان کلیسای اصفهان کشیش لئون با یکی از دختران خداترس و نازنین آن کلیسا یعنی تاکوش آشنا گردید و در سال 1967 این آشنایی به پیمان ازدواج انجامید. مدتی بعد از ازدواج و در همان سال زمانی که برادر هایک فقط 22 سال داشت، به علت مس فراوانی که بر او بود توسط کشیشان و رهبران رسما به سمت کشیشی دستگذاری شد. ثمره ازدواج هایک و تاکوش 5 فرزند به نام‌های ژوزف، ربکا، مجدد ژوزف، ژیلبرت و آندره بود که متاسفانه فرزند اولشان ژوزف در حین سفر خدمتی در جاده‌های شمال ایران و در سانحه تصادف و در حالی که تنها 6 ماه داشت فوت می‌کند و خود برادر هایک و خواهر تاکوش نیز به شدت آسیب می‌بینند. از همین رو وقتی خداوند مجددا پسری به ایشان بخشید، به یاد نخست‌زاده‌شان که در تصادف جان باخته بود، نام او را ژوزف نهادند. خانواده برادر هایک یکی از مبارک‌ترین خانواده‌ها در کلیسای ایران هستند که تا به امروز هم برای پادشاهی خدا جانانه ایستاده‌اند. برادر هایک پس از خدمت فراوان در سال 1982 به عنوان اسقف و ناظر کلیساهای جماعت ربانی ایران منصوب گردید. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مسیحیان با جفای گسترده‌ای روبرو گردیدند. در نتیجه در طول 12 سال خدمت نظارت برادر هایک افراد زیادی احضار و تهدید شدند و عده‌ای هم همچون کشیش دیباج به زندان افکنده شدند و افراد دیگری نیز مانند کشیش سودمند شبان کلیسای مشهد رسما اعدام گردیدند. اما برادر هایک همچنان مسیحگونه برای انجیل و نجات گمشدگان مردمان را خدمت می‌نمود و همچنین از هیچ تلاشی برای رهانیدن مسیحیانی که در جفا بودند فروگذار نبود. چنانکه در آن روزها کشیش دیباج پس بیش از 9 سال بود که در زندان به سر می‌برد و به خاطر ایمان مسیحی و فعالیت‌های کلیسایی‌اش حکم اعدامش نیز صادر شده بود. برادر هایک در حرکتی شجاعانه برای آزادی برادرش دیباج و توقف حکم اعدام او با ارسال حکم اعدام کشیش دیباج
صدای خود را برای آزادی وی به گوش جهانیان رسانید که در نتیجه همین اقدام و دعای مقدسین سرانجام کشیش دیباج پس از 9 سال و 27 روز تحمل زندان حکم اعدامش شکسته و از زندان آزاد شد. اما این رهانیدن با بهای بسیار گران همراه بود، چرا که ماموران وزارت اطلاعات تنها 3 روز پس از آزادی کشیش دیباج، یعنی در 19 ژانویه 1994 در جریانی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای بدرهایش را ربودند و با 26 ضربه چاقو به قتل رساندند. در حالی بود که خانواده و کلیسا 11 روز در همه جا با دعا و استغاثه در تلاش برای یافتن بدرهایش بودند و از کشته شدن او بی اطلاع بودند، تا اینکه سرانجام بعد از 11 روز بدن پاره بدرهای در پزشکی قانونی و در میان اجساد مجهول الهویه توسط پسر بزرگش ژوزف شناسایی شد و در قبرستان ارامنه خاوران تهران با حضور پرشور مقدسین از تمام کلیساها به آغوش خاک سپرده شد تا نام او در میان شهدای کلیسای ایران و در زمره قهرمانان ایمان تا ابد جاودان باقی بماند. امروز ما در این کلیسا و به مناسبت 32مین سالگرد شهادت بدرهای به دست عوامل جمهوری اسلامی و همچنین به احترام کشته شدگان این روزهای انقلاب مردم ایران به نشانی احترام سرپا می‌ایستیم همگی و به یاد بدرهایی که عزیز و تمامی کشته شدگان راه آزادی 1 دقیقه با هم سکوت می‌کنیم همگی. بفرمایید. قبل از اینکه امروز شروع کنم، خیلی برای من سخت بود، خیلی خوشحالم شما جای من نیستید، ولی میخوام هم تسلیت بگم به خودمون و به همه مردم عزیزمون، این عزیزانی رو که از دست دادیم. خیلی داشتم فکر میکردم امروز من چی بخوام بگم، یعنی چون هر چی بگم خیلی دشواره برای من که اینگونه است و داشتم ولی وقتی به این فکر میکردم یک چیزهایی به ذهنم اومد، رفتم میذارم تحقیق کردم. تا حالا شده نمیدونم برای اتفاقات بدی که پیش میاد خدا رو سرزنش کنید؟ من این کارو کردم. ولی وقتی جالب اتفاقات مثبت رخ میده یا همه چیز خوبه، ما اصلا شگفت زده نمیشیم. انگار این وظیفه خداست اینها رو به ما بده. ما نیکوی خدا رو یک جورایی چیکار میکنیم؟ حق خودمون میدونیم. ولی وقتی یه اتفاق منفی میفته سریع شروع میکنیم خدا رو میبریم زیر سوال، پس تو کجایی؟ انگار این چیزهای بد، این تاریکی، این بقایای ناگوار چیکار میکنه؟ دفعه ما رو متعجب میکنه. شاید ما با افرادی در کتاب مقدس مثل ابراهیم همصدا بشیم، بگیم آیا داور تمامی جهان عدالت رو به جا نخواهد آورد؟ من اینو بارها گفتم. یا با یک شخص دیگه در کتاب مقدس همصدا بشیم اگر خداوند با ماست از چه سبب این همه بر ما واقع شده است؟ نمیدونم شما این جمله رو میگید یا نه، ولی من خیلی بعضی اوقات اینو میگم. یا به قول نویسنده کتاب زمانی که خدایان ساکتند، ایشون این گونه میگه: فرد میتواند هنوز هم به خدایی که اجازه وقوع چنین اتفاقاتی را داده است ایمان داشته باشد؟ آیا این فرد هنوز هم میتواند با خدا صحبت کند؟ ایشون این گونه میگه به خدا. نویسنده کتاب مسئله رنج خیلی جمله هم زیبا و هم سختی میگه. ایشون میگه گاه سخت است که بگوییم خدایا خدا را ببخش برای این همه چیزهایی که نمیتوان توضیحشان داد. شاید امروز چالش ما هم همین باشه، خدایا خدا را ببخش برای این چیزهایی که در کشور ما رخ میده، ولی ما نمیتونیم چیکار کنیم؟ توضیح بدیم، هیچ جوابی براش نداریم. و در تمام این اتفاقات یه چیزی همیشه تکرار میشه، میدونید چیه؟ سکوت خدا. خدا ساکت، اصلا انگار هیچی نیست، انگار هیچ صدایی نمیاد، انگار ما حتی متوجه حضور اونم نمیشیم.
ولی بیایم به چند تا موضوع نگاه کنیم. سکوت خدا میخواد یه جاهایی به ما چی بگه؟ سکوت خدا اولین علتش شاید میتونه این باشه، در برابر تاریکی سکوت میکنه خدا. ما قبل از هر چیزی باید بدونیم سکوت خدا به هیچ وجه به معنای نبودن خدا نیست. ولی چرا خدا سکوت میکنه؟ میخواد به کلیسا و به ماها یاد بده آگاهانه از این سنت یا طرز فکر قدیمی آزاد بشیم که اگر خدا سخن نمیگه پس وجود نداره. اگه خدا کاری نمیکنه خدا نیستش. خدا میتونه حاضر باشه ولی سخن نگه. خدا میتونه عمل کنه ولی شیوه‌هاش متفاوت باشه. و یک نویسنده زیبا میگه وقتی ما میگیم خدایان ساکتند، این کتاب خیلی مد شده این روزها میگن، زمانی که خدایان ساکتند، وقتی ایشون میگه خدایان ساکتن منظورش اینه که وقتی ما میگیم خدا ساکته، اونایی که ساکتن خدا نیستن، تصویرهایی از خداست که ما داریم. چه تصویری؟ تکنولوژی دوران آزادی است، دوران حقوق بشر، اینا همه تصویرهایی که ما تو ذهنمون ساختیم. میگه وقتی خدا ساکته این تصویرها هستن که ساکتن. تصویرهای قانونگذاری دینی، اخلاقیات دینی، نمیدونم شیعه گرایی. میگه تو وقتی میگی خدا در رنج یا در تاریکی ساکته، در اصل اینا ساکتن، اینا که خدای حقیقی نیستن. تکنولوژی داریم، من مخالف نیستم، اما پیشرفت تمدن داریم. میگه تو وقتی تو رنج و تاریکی میفتی، اینا هستن که ساکتن و تو فکر میکنی که ساکته؟ خدا. میگه ولی هیچ کدوم اینا خدا نیستند. خدا میخواد در سکوتش در تاریکی به ما بگه که این الهیاتی که ما بعضن، من خودم یه زمان اینجور بودم، شما رو نمیدونم، برای هر چیزی خیلی راحت توضیح میدم، خدا میخواد بگه که صبر کن. برای هر چیزی سریع آیه از کتاب مقدس میوردم یه جوابی دادم، خدا میخواد بگه صبر کن، تو نیاز نیست جای من، یعنی من جای خدا بیام شرایطو برای همه توجیه کنم. نیاز نیست ما بیایم جواب بدیم خدا رو تبرئه کنیم. و میگه وقتی خدا ساکت است، میخواد اون خدای مذهبی یا اون تصویری که ما مردم میدیم که وعده امنیت میده، خدا میخواد اینا رو بشکنه. و این خیلی مهمه. ما یک موقع اشتباهی نگیم به خدا بگیم همه چیز درست میشه از طرف خدا به مردم، امنیت خدا میآید. ما نمیدونیم. میخواد سکوت بگه که اگر خدا ساکته، من امیر نیام انقدر اینا رو بگم. خدا سکوت کرد تا یه جاهای الهیات من رو از سخن گفتن باز بداره، تا یه جایی به منم یاد بده منم سکوت کنم و در عوض چیکار کنم؟ گوش بدم. خدا سکوت کرد که من یاد بگیرم یه جایی بیش از حد توضیح ندم. در این دنیای که الان هستیم و در این اوضاع هولناکی که در ایرانه، سکوت خدا به معنی بی‌اعتنایی اون نیست. سکوت خدا به معنی ضعفش نیست. خدا در سرزمین ما غایب نیست، ولی خدا میخواد سکوت کرده الان شاید به نظر ما، یا ما هیچ صدایی نمیشنویم، که تبدیل نشه به یک ابزار برای معنا بخشیدن به این تاریکی و ظلم و جنایتی که داره رخ میده. چون میگه اگه خدا سخن بگه، احتمال داره انسان‌ها برداشت غلط کنن. اگه خدا سخن بگه، احتمال داره مردم بگن خدا دروغ میگه، اصلا خدا چرا اینجوریه؟ میگه برای اینه خدا سکوت میکنه. یک نویسنده زیبا میگه، ایشون کتابی که مینویسه در اون زندان‌های آشوتز آلمان بوده که خیلی مردم رو اذیت کرد داشتن، و ایشون میگه سکوت خدا اعتراض به دین است که میخواهد تاریکی و جنایت را قابل تحمل کند. یه جای خدا برای این سکوت میکنه که هیچ چیز نتونه جنایت ها یا بدی ها یا زشتی ها رو چکار کنه؟ قابل تحمل کنه. و وقتی ما به این سکوت خدا نگاه میکنیم، 2 تا مزمور تو کتاب مقدس هست خیلی به ما کمک میکنه. یکی مزمور 13، یکی مزمور 88. مزمور 13 آیه 1 اینگونه میگه: تا به کی خداوندا؟ آیا مرا تا به ابد فراموش خواهی کرد؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشانید؟ ببین این سکوتی که اینجا هست انکار رابطه نیست، شکل منفی تو رابطه است. این مضمون میخواد بگه که سکوت خدا قابل اعتراضه. من میتونم به سکوتش اعتراض کنم. من میتونم اینجا بهش بگم پس پس چرا هیچی نمیگی؟ پس چرا هیچ کاری نمی‌کنی؟ و سکوتی که تو این مزمور هست میخواد بگه رابطه ما با خدا نمیشکنه در سکوت‌های خدا، ولی رابطه ما میتونه دچار چی بشه؟ بحران بشه. ما سکوت رو میپذیریم از سمت خدا، ولی تسلیم شرایط نمیشیم. مزمور 88 خیلی به شرایط الان ما نزدیکه. آیه 14 و 18 رو میخونم. مزمور 88: خداوندا چرا جان مرا ترک میکنی و روی خود را از من میپوشانی؟
یاران و دوستانم را از من دور کرده ای، تنها همدمم تاریکی است. تو مزمور قبلی یک امیدی هست. نویسنده اینطور میگه وقتی خدا سکوتش رو پاسخ میده، میتونیم اینطور بگیم یه ایمانیه که زیر آوار نرفته ولی زخمیه. ولی تو مزمور 80 شما هیچ تغییری نمیبینی، هیچ اتفاق نیکویی نمیفته، نه ایمانی توش هست در آخر سر، نه یک اعترافی رخ میده، نه پرستشی رخ میده. آخرین واژه‌ش هم تاریکیه، با تاریکی تموم میکنه. و وقتی خدا اینجا سکوت میکنه، میخواد به ما بگه ایمان بدون پاسخ، ایمان بدون پاداش هم وجود داره. دلیل نداره اون همیشه پاسخ بده، دلیل نداره اون همیشه به ما یه پاداشی بده. خدا ساکت میشه ولی خیلی جاها مشکلات ما هم حل نمیشه. این مضمون میخواد به ما بگه که 88 اگر ایمان تو دیدی درش سکوته، این به این معنی نیست که نتیجه‌ای نداره، این به این معنی نیست که همینطوری این سکوت دائمی خواهد بود، ولی ما یاد بگیریم در سکوت هامون به او اعتماد کنیم. خدا سکوت میکنه چون میخواد فریاد دل ما شنیده بشه. سکوت خدا پایان فریاد دل ما نیست. در اون زندان‌ها جالبه، میگه فریادها از دل انسان‌ها برافراشته میشد ولی در دل سلول‌های تاریک و تنگ. هیچ کس هم اونا رو نمیشنید، هیچ کس. برای یک شعر یهودی هست خیلی زیباست. این شعر قبلا فقط خونده میشد ولی وقتی 10 سال پیش اجرا شد، یک پسر نوجوانی اینو اجرا کرد. یهودی‌ها گفتن چقدر این شعر بار مذهبی داره، چون این پسر طوری خوند که میگفتن با صدا و دل شکسته میخونه و این شعر رو در کنار مزمور 88 میخونن. و اون شعر اینطور میگه به فارسی: وقتی دل میگرید تنها خدا میشنود، وقتی انسان میافتد همه میبینند، وقتی انسان درد میکشد کسی نیست که بداند، وقتی دل فریاد میزند بی‌واژگی است، وقتی دل میگرید تنها خدا میشنود، وقتی انسان میشکند هیچ کس نمیداند و وقتی دل میگرید تنها خدا میشنود. امروز چقدر این با شرایط ما هست. دلهای مردم رو میگرید ولی کی فقط میشنوه؟ خدا. اونهایی که میفتن همه میبینیم ولی ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، ولی وقتی باز دلها میشکنه کی میبینه؟ خدا میشنوه. سکوت خدا به معنی خاموشی دل نیست. وقتی خدا ساکت میشه و ما دعا میکنیم، فریاد ما بی پوشش شنیده میشه، فریاد ما عریان به آسمان میره. لحظه‌ای که فریاد ما انگار بی پناه میشه، از درون ما میاد بیرون و سکوت خدا باعث میشه ما این فریادها رو سر بدیم. اگر خدا سکوت نکنه این اتفاقات نمیافته. در شرایط ایران ما دل هیچ کدوم از ما خاموش نشده. فقط یه چیز رو ما یاد گرفتیم، دعاهای ما از سطح قالبی یا یه چیزهای روتین مد شده یا چی بگم عادی شده بیاد بیرون. دعاهای ما رنگ و بوی متفاوتی بگیره، دعاهای ما از درون دل ما بر بیاد، کلمات کلیشه‌ای فقط نگیم، آیات کلیشه‌ای به هم ندیم، پیام‌های کلیشه‌ای نگیم. سکوت، خدا سکوت میکنه، ما هم سکوت کنیم، گوش بدیم. یعنی شاید بعد از این داستان نمیدونم، میخوام کمی جسارت کنم، بعد از این اتفاقاتی که در کشور ما افتاد، مزمور 88 آیه 18 میگه یاران و دوستانم رو از من دور کرده ای، تنها همدمم تاریکی است. شاید من دیگه به خدا نگم چرا اینطور جواب میدی، میدونی بهش چی بگم؟ این چه جهانیه که اجازه دادی باشه. من شاید اینجوری بهش بگم، این سکوت این روزه خدا منو به این رسونده. این چه جهانیه که اجازه دادی باشم. حتی به خودم هم میگم این چه جهانی که خدا اجازه دادی تو یه جایی باشی و خوب نباشی. میدونی این فریاد وقتی ما سر میدیم، اون فریاد عمیق درونی، نه کلیشه قالبی، درس اخلاقی نمیده. خدا سکوت میکنه چون نمیخواد به ما درس اخلاقی بده. خدا سکوت میکنه چون نمیخواد رنج و معنا کنه و میخواد ما هم سکوت کنیم، ما هم رنج مردم رو معنا نکنیم، هزار تا دلیل براش نیاریم. و این سکوت خدا دنبال ایمان سالم ماورایی سوپرنشنال نیست و میگه ما هم سکوت کنیم، ما هم دنبال این تو چیزی نباشیم، چون او سکوت میکنه. مزمور 88 آیه 1 میگه ای یهوه خدای نجات من، روز و شب نزد تو فریاد برمیآورم. این فریاد دل زخم خورده است. بهترین کار شاید این باشه در سکوت خدا ما فریادهای عمیق خودمون رو به حضور او بلند کنیم. سکوت خداست که دل ما رو مجبور میکنه سخن بگیم. اگه خدا فوراً بیاد حرف بزنه کاری بکنه، دل ما میتونه پنهان بشه، دل ما میتونه مخفی بشه. ولی وقتی خدا ساکته،
دل ما دیگه پشت کلمات پنهان نمیشه، پشت اون کلمات کلیشه‌ای و همیشگی و که سری میگیم. شاید تو این اتفاقاتی که داره میفته و خیلی دردناکه، از طرف خدا هیچ پاسخی ما نشنویم، ولی ما میتونیم از ته دلمون شاید در سکوت مثل همین شعر فریاد بزنیم برای مردممون، برای سرزمینمون، حتی یه جایی برای خودمون. میدونید فریاد دل خدا رو توضیح نمیده، از خدا دفاع نمیکنه. و اینجا دقیقاً مرز میان خدای زنده و خدایانی که خدا نیستن همینه. میدونید چون ما او رو باور داریم، حتی وقتی ساکته او رو خطاب میکنیم. ما چون باور داریم خدای ما زنده است که عیسی است، در دل تمام این سکوت‌هایی که همه میگن خدا ساکت، خدا کجاست، ما چیکار میکنیم؟ ما عیسی رو خطاب میکنیم. میدونی این عیسی تنها کسی که میتونه در این سکوت‌ها ما رو تسلی بده. و یه جایی ما میدونیم چطور میتونیم تسلی هموطنانمون و خودمون باشیم. دوست دارید بدونید؟ سکوت کنیم. سکوت بهترین چیز یک جاهایی. میدونی ایمانی که فقط تسلی میده، ایمانی که فقط وعده پیروزی میده، ایمانی که میگه اعتراض نکن، چرا اعتراض میکنی؟ او خداست، میتونه هر کاری بخواد بکنه. یک نویسنده خیلی جسوره میگه اگه یک کلیسای هنوز این کارو میکنه زیر داوریه. یعنی ما رو به چی تشویق میکنه؟ ما انقدر نگیم به مردم که همه چیز عوض میشه. نمیدونیم دعای من اینه زودتر بشه. ما نگیم چرا اینقدر به خدا اعتراض میکنی؟ او نیاز نیست برای هیچ چیز به همه توضیح بده. بابا خود خدا اینطور حرفی نمیزنه، ما چرا میگیم اینو؟ بذاریم یه جاهایی در سکوت خدا ما هم ساکت باشیم. بعد از این اتفاقات شاید ایمان ما به لرزه بیفته، شاید ما هم به خدا به یه شیوه جدیدی اعتراض کنیم و بهش بگیم خداوندا چرا جهان این گونه است. یک شخصی دعا رو زیبا تعریف میکنه، میگه دعا جایی است که خدا و انسان در رنج به هم میرسند. دعا زمانی آغاز میشود که زبان رسمی و کلیشه ما فرو میریزد و صدای شکسته ما باقی میماند. این چیزی که ما امروز هممون نیاز داریم تمرین کنیم و یه هشدار به همه ماست. سعی نکنیم رنج رو معنا کنیم، چون خدا هم این کارو نمیکنه. سکوت خدا رو توجیه نکنیم، چون خودش هم این کارو نمیکنه. به سرعت نیاییم بگیم این رنج، این فریاد مردم، سریع ربطش ندیم به صلیب و رستاخیز مسیح. اون درسته ها، ولی بر اساس مزمور 88 همیشه این گونه نیست. ما نیاییم وقتی یکی دردشو میگه مسیح هم روی صلیب فریاد زد. ایمان داریم، این ایمان ماست، باور ماست، ولی ما اینو به مردم نگیم، سریع سکوت کنیم، بذاریم اونها بگن. سریع به امید پل نزنیم. ما حیات جاودان داریم، ما به آسمان، اینا همه ما به آسمان میریم. باور به منم ایمان دارم، درسته، ولی ما در این شرایط سکوت کنیم. خدا هم سکوت میکنه، ما اینا رو به هم نگیم. چی میشه؟ یکی میگه گریه میکنه، ما هم گوش بدیم، سرمون رو تکون بدیم، بعد آخر سرش بگیم میخوای فریاد دل رو به حضور خدا بلند کنیم. کلیسا همیشه باید یاد بگیره پاسخ نداره. ما برای این درد الان پاسخی داریم؟ نداریم. کلیسا همیشه نباید نور باشه. الان ما هیچ نوری نداریم بدیم. خدا هم به قول خودمون ساکته. پس ما باید بتونیم با حکمتی که خدا میده در سکوت خدا ما هم یه جای سکوت کنیم، ولی فریاد دلهای ما عمیقاً برافراشته بشه. و بهترین کاری که شاید میتونیم بکنیم اگر کسی از اون با ما تماس بگیره، ما کنارش بایستیم، باش فریاد دلمون رو بلند کنیم. میدونی گاهی اوقات این تاریکی و شر، این رو من از استادم یاد گرفتم، یک زخمی به ما میزنه، هیچ حق خواهی نمیتونه جبرانش کنه. هیچی نمیتونه اون رو برطرف کنه. مزمور 88 میگه آخرش این شخص یک خانومیه، تنهاست، هیچ اتفاقی نمیفته. تاریکی آسیبش رو زد، نابودش کرد، ولی حق خواهی نکرد ایشون از دشمناش، اصلا فرصت بهش ندادن چون کشتنش. میدونید؟ و میخواد به ما بگه که شاید اتفاقات سرزمین ما هم الان شبیه اتفاقاتی که برای این زن افتاد. ما میخوایم حق خواهی کنیم، ولی آیا اون آسیبی که دیدیم و مردم ما دیدن میتونه با حق خواهی باش به دست بیاد یا برطرف بشه؟ میگه حق خواهی میتونه یه مقدار رو برای ما برطرف کنه، ولی کامل نه. پس من به خودم میگم و شاید کلیسا باید اینو تمرین کنه، ما تلاش کنیم ما به جان کسی آسیب نزنیم. مخصوصا در این روزها ما نمیدونیم این آسیبی که به یکی بزنیم چه تأثیری روی او و زندگی او میذاره. مهم اینه ما آسیب نزنیم.
من میخوام با این تمام کنم. استاد من خیلی زیبا میگه ما در تمام این رنج هایی که میبینیم، این تاریکی، آسیب هایی که میزنه، خاطرات هم میمونه و خاطرات جایی که باید شفا پیدا کنه. ولی ما نمیتونیم خاطراتمون رو شفا بدیم، نه. ولی کلام خدا میگه که خدا این کارو میکنه. میگه هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. میدونید اشک چیه؟ امتداد گذشته است. من چند روز پیش دوستم از یک کشور دیگه زنگ زد، وقتی به من تسلیت گفت، به من یاد اون وقایع افتادم. بعد فهمیدم چقدر از درون خودم فرو پاشیدم. بعد گریه کردم. بعد این جمله اومد یادم، اشک امتداد گذشته است. وقتی ما گریه میکنیم این چیزی از گذشته به یاد میاریم. ما شاید ماهای بعد یا سالهای بعد هم بابت این اتفاقات گریه کنیم، ولی فقط خداست میتونه این رو شفا بده، این خاطرات ما رو. و اینو میگه در آسمان اشک و آب نیست، چون فقط خداست که میتونه خاطرات رو شفا بده. و یک بار دیگه این شعر رو میخونم، بیاییم با هم دعا کنیم. وقتی دل میگرید تنها خدا میشنود. امروز برای مردم سرزمین ما هم همینه. وقتی انسان میافتد همه میبینند. وقتی انسان درد میکشد کسی نیست که بداند. وقتی دل فریاد میزند بیواژه. وقتی دل میگرید تنها خدا میشنود. وقتی انسان میشکند هیچ کس نمیداند. خداوند واقعا امروز خیلی ها در سرزمین ما فریاد میزنند، خیلی ها در سرزمین ما میافتند، جوانان، دختران و پسران، مردان و زنان. دعای ما اینه که تو فریاد دل اونها رو بشنو، تو فریاد دل قوم خودت رو بشنو، تو فریاد همه ایرانی ها رو بشنو. گوشهای تو از آسمان امروز به سمت صدایی که از قوم ایرانی به آسمان بلند کرده میشه متمایل باشه. چشمان تو به ایران و به ایرانیانی که در هر جا دارن صداهاشون رو بلند میکنن، چشمان تو متمایل باشه، چشمان تو ببینه. و خداوندا ما میدونیم سکوت تو بی معنا نیست، ولی به قوم خودت، به ما، به کلیسا یاد بده که بتونیم فریادهای عمیق درونیمون رو به حضور تو بلند کنیم. امروز میخوایم به ما یاد بدی که همونطور که تو سکوت میکنی، ما هم در سکوت ولی با فریاد دل سرزمینمون و مردممون رو به حضور تو بیاریم. خداوندا به من و کلیساها بیاموز، به ماها بیاموز که در این روزها کنار مردم باشیم، ما هم به اونها آسیبی نزنیم، ما هم در سکوت همچون تو کنار اونها باشیم و ما فقط بتونیم فریاد دل اونها رو با فریاد دل خودمون به حضور تو بیاریم. من میخوایم به طور خاص تسلای تو در این سکوت، آرامی تو در این سکوت بر مردم سرزمین ما، بر پدران و مادران، بر زنان و مردان، بر جوانان، نوجوانان و بر پیرها جاری بشه. واقعا برای حضور تو رو شکر میکنیم. به نام عیسی مسیح دعا کردیم پدر جان، آمین. تو پدر ما را ای یابان، چون به سویت برآریم دعا، بر طبق وعده‌ات و اراده‌ات ای پدر اجابت فرما. بنگر بر سینه های غمین، بر صف مادران عزیز، بر همه خستگان، بر شکستگان ای پدر تو رحمت فرما. تا نور تو so
سرزمین ما بر ایران ما ای پدر شب اطهر ما تا نور تو باید بر کوچه ها بر خانه ها تا فیض تو بخشد نهی تا خاک ما یا بر شبها هر روزه سلطان ما می‌طلبیم روی تو تا نور تو باید بر کوچه ها بر خانه ها تا فیض تو بخشد نهی تا خاک ما یا بر شبها هر روزه سلطان ما می‌طلبیم روی تو. یک بار دیگه می‌خوایم بخونیم از اونجایی که میگه می‌طلبیم ستای پدر در نام پرجلال پسر بر سرزمین ما بر ایران ما ای پدر شفقت فرما. می‌خوایم یک بار دیگه ورس 2 رو بخونیم و مثل یک دعا بخونیم. ای تو ما را پدر ای عبا چون به سویت برآریم دعا بر طبق قدرت و ارادت ای پدر اجابت فرما می‌طلبیم ز تو ای پدر در نام پرجلال پسر بر سرزمین ما بر ایران ما ای پدر شفقت فرما بر سرزمین ما بر ایران ما ای پدر شفقت فرما تا نور تو آید بر کوچه ها بر خانه ها تا فیض تو بخشد نهی تا خاک ما یا بر شبها هر روزه سلطان ما می‌طلبیم روی تو.
خداوندی که وعده دهنده امین است، خداوندی که وفادار به وعده‌های خودش است، خداوندی که امروز تو رو میشنوه، فریاد شکستگی‌های تو رو میشنوه، تنهایی‌های تو رو میبینه، داره امروز از تو دعوت میکنه که بذار من وارد قلبت بشم و تو رو احیا کنم، شکستگی‌های تو رو شفا بدم. در امروز قلبت رو میخوای به این خداوند بدی و اعتراف کنی که او خداوند قلب تو هست، او خدای تو هست، داره از تو دعوت میکنه. خداوند میتونید بیاید این جلو بعد امیر دعا بکنید و قلب خودتون رو به این خداوند تسلیم بکنید، قلب خودتون رو به این خداوند تقدیم بکنید تا او وارد قلب شما بشه و شفای او وارد قلب شما بشه، شارع او وارد زندگی شما بشه. امروز خداوند داره دعوت میکنه بیایید نزد من ای تمام نگرانان و زحمت کشان، من به شما آسایش میدم، من به شما آرامش میدم. خداوند داره تو رو دعوت میکنه، خداوند داره تو رو دعوت میکنه.
آشوتس اومدن بیرون باشون صحبت کردم، همشون گفتن خدا کار کرد، ولی 3 جمله تکان دهنده گفتن. من زنده ماندم اما جهان دیگر معنا ندارد. خدا حذف نشد ولی مسئول بود و همین درد ما رو عمیق‌تر می‌کرد. به تاریکی گفتیم دوستان ما رو از ما گرفتی و آشنایان ما رو، خانواده ما، زبان شکسته ما، بدن تحقیر شده ما و انسان رو از انسان جدا کردیم. و ما نمیدونیم مردم ما وقتی از این اوضاع عبور کنن آیا اونا میتونن چیزی میگن یا نه. ولی من میخوام تمرین کنم برای اونها وقتی میگن تاریکی دوستان ما رو برد، من بتونم دوستشون باشم. تاریکی آشناهای ما رو برد، من بتونم آشناشون باشم. پس با همین دعا کنیم و بعد بریم برای پذیرایی. خداوندا واقعا ما نمیدونیم مردم عزیزی که در سرزمینمون هستن از چه دارن عبور میکنن. ما میشنویم خبرها رو میبینیم، ولی دعای ما اینه که دست تو با اونها باشه، حفاظت تو با اونها باشه و به من ما قوت بده که اگر دوستانشون رو از دست دادن ما دوستان اونها باشیم. به ما اون کلیسا بیاموز اگر اونها خانواده هاشون رو از دست دادن ما مثل خانواده برای اونها باشیم و به ما بیاموز اگر جای اونها تحقیر شدن اونها بتونن پیش ما دوباره بلند کرده بشن. این رو به ما و به کلیسا بیاموز خداوندا. و ما ایمان داریم که تو کار میکنیم. برای همین چیز از تو ممنونیم پدر. به نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. دعا میکنم در هفته پیش رو دست خدا با شما باشه، قوت و سلامتی و با شما باشه، محبت خدای پدر، فیض خدای پسر و مشارکت روح القدس با همه شما باشد و بماند. خدا بهتون برکت بده.